وقتی نوری که خدا میده بلال چقدر سیاه بود نه؟ بلال رضی الله تعالی عنه. بلال جان اگه امروز می بود با کاسه 3 نفری شریکش نمیکردیم. چهره خوبش نداشت، لبای دبل داشت، از عبشه بود، موهایش هم سوختگی بود، دسترش جمع بود. ولی کسی در دنیا هست جرأت بکنه بگوی عرق بلال بوی میداد؟ کسی امروز از مسلمان ها در دنیا هست بگوی از چهره بلال خوشم نمی آید؟ از چهره بلال محمد خوشش می آمد، از چهره بلال پیامبر عاشقش بود، ابوبکر عاشقش بود، عمر عاشقش بود. عمر یک روز چی میگه سیدنا بلال اینطور گفته است، آقای ما مهتر ما بلال این گونه گفته است. از دید ظاهر چیزی نداشت ولی درون خیلی زیبا داشت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به بلال میگه بلال جان تو چی کردی که از من در جنت پیشه گرفتی؟ فدای تو شوم ای بلال، فدای و اذان تو شوم ای بلال، فدای تو شوم ای بلال که نبی من به تو میگو ای بلال ما را آرام کن، ای بلال نماز اقامه کن که ما آرام شویم. نگو اونهایی که چهره زیبا دارن پیش خدا عزیزن، نه، اونهایی که دل زیبا دارن پیش خدا عزیزن. خدا چهره زیبا نگاه نمی کند، خدا مال نگاه نمی کند، خدا بازو نگاه نمی کند، خدا تا پاهایی که به گردن خود زدی نگاه نمی کند، الله به دل تو نگاه می کند که دل تو چقدر آباد است. حضرت بلال گفتم ظاهرش ظاهر زیبایی نبود ولی محبوب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. پیامبر گفت بلال جان چی میکنی؟ چی کردی که از من سبقت گرفتی؟ من در جنت دیدم که 2 قدم پیش گذاشتمش. پرسان کردم از جبریل که قدمای کی است؟ گفت قدمای بلال است. بلال جان تو چی کردی؟ گفت یا رسول الله من خود دیگر چیز نکردم، هیچ وقتی به وضو نگشتم و دیگر هر وقتی که وضو می کردم بعد از وضو 2 رکعت نماز تحیه وضو می خواندم و می خاطر الله این ارزش و مقام را به من داده است.